اینجا یکی از خاص‌ترین کارگاه‌های کبریت سازی در هند رو می‌بینید، جایی که هر کبریت با دست ساخته میشه و از دل چوب و آتش زندگی میگیره. دقت کنید به نظم کارگرا، صدای ماشین‌ها و اون لحظه‌ای که شعله کبریت روشن میشه، انگار روح آتش توی این چوب‌ها دمیده میشه. اما اگه از دیدن کار با چوب و آتش خوشت میاد، حتما یه سر به کانال من بزن. اونجا ویدیوهایی از استادکارهایی هست که با خلاقیت و آتش طرحهای باور نکردنی روی چوب میسازن. کارهایی که هر بیننده‌ای رو میخکوب میکنه. وای، چه کارایی! قسمت جدیدش هم الان منتشر شده. حتما ببین، لذتشو ببر و نظرتو زیر ویدیو برام بنویس و با حمایتت انرژی میگیرم برای کارهای بعدی. برگردیم به اینجا، کارگاهی که از ساده ترین چوب شعله زندگی میسازه و ثابت میکنه حتی یک کبریت کوچیک هم میتونه از دل هنر و تلاش روشن بشه. اگه دوست داشتید لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ویدئوی جدید رو در کانال ببینید، لذت ببرید. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده. متشکرم از شما دوستان عزیزم.